لحظه بوی چرم کتش، نور ضعیف لامپ اضطراری و فاصله کم بین صورتامون همه چی دست به دست هم داد. نفسامون قاطی شدن. سلام دوستان، به رادیو سرگذشت خوش اومدین. خیلی ممنون میشم با لایک ها و سابسکرایب کردنتون همراهم باشین و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. مثل همیشه این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم واقعیه. فقط اسم و بعضی از جزئیات عوض شده تا کسی شناخته نشه. بریم سراغ قصه امروز. این قصه هلیاس. توی طبقه 14 یه مجتمع اداری. جایی که نه پنجره‌ها درست باز می‌شدن، نه چراغا خاموش. ولی عجیب ترین چیزی که اونجا بود، یه مرد مرموز که خیلی آروم و کم کم رفت زیر پوست دلش. من هلیام و 29 سالمه. کارمند بخش مالی. یه دختر معمولی. یه آدم روزمره. ساختار زندگیم این بود. صبح مترو، کارت زدن، رسیدن به شرکت، چای بیمزه آبدارچی، کار. بعدم برگشتن به خونه کوچیکی که تنها توش زندگی میکردم. هیچ هیجانی نبود. تا وقتی که سامان از طبقه 12 منتقل شد به طبقه ما. سامان فکر کنم 31 سالش بود. هم سن و سال بودیم. قد بلند. اما قیافش معمولی بود. یه سکوت خیلی عجیبی همراهش داشت. از اونایی که آدما که از کنارش رد می شدن، هوا یه جوری تغییر می کرد. سردتر و آرومتر می شد. اما عمیق‌تر. تو جلسه معارفه فقط گفت سلام، سامان هستم، مسئول پروژه. همین. نه لبخند، نه معرفی طولانی. ولی هنوز صداش تو گوشمه. صدای مردی که کم حرف میزد، اما هر جمله‌اش وزن داشت. اون روز که رسیدم، آسانسور خراب شد. من و سامان تنها توش گیر کرده بودیم. اولش سعی کردم بی تفاوت باشم. ولی سکوتش آدمو دیوونه میکرد. گفتم فکر کنم گیر کردیم. گفت آره، عجله داری؟ برگشتم گفتم نه، فقط دوست ندارم تو فضای بسته بمونم. گفتش نگران نباش. نفس عمیق بکش، من اینجا. همین من اینجا یه آرامشی داشت. انگار یه پتو انداختن روی اضطرابم. نور اضطراری روشن بود. سایه‌اش افتاده بود رو دیوار آسانسور. برای اولین بار از نزدیک نگاش کردم. ابروهاش پر بود. یه ریش 3 روزه. چشماش تیره بود. نمیدونستم مشکیه، آبیه، ولی مشکی نمیخورد باشه. آدم حس میکرد 10 قدم از جلوتر از حرفاش داره فکر میکنه. گفت تو همیشه اینجوری اضطراب برات برمیداره؟ گفتم نه، معمولا کنترل دارم، ولی این فضای بسته. گفت خب من حواسم بهت هست تا درو باز بشه. این جمله یه چیزی تو قفسه سینم جابجا کرد. یه حس، نه عاشقانه، نه جنسی. یه جوری مثل بالاخره یکی حواسش هست. چند دقیقه بعد آسانسور باز شد. ولی من دیگه اون آدم قبل نبودم. از اون روز هر بار گذرم به میز سامان میافتاد، یه گفتگوی کوتاه بینمون شکل میگرفت. ولی نه عادی و معمولی. یه کشش زیرپوستی بود. یه نگاه 2 ثانیه‌ای بیش از حد معمول. یه مکث قبل جواب دادن. یه وقتایی نهار همزمان بود. یه صدایی که وقتی اسممو میبرد گرم میشدم. یه بار گفت هلیا میتونی بیای جلسه؟ جوری اسممو میگفت انگار فقط تو اتاق اون یه نفر این اسمو بلد بود صدا کنه. یا مثلا وقتی از کنارم رد میشد آستینم با آرنجش میخورد. یه تماس کوتاه، ولی همون اندازه که قلب آدم یه ثانیه تندتر بزنه. همه چی کاملا تو چارچوب بود، ولی این حس قطعاً خارج از چارچوب. یه روز عصر همه رفتن.
من موندم و سامان. اومد کنار میزم. کاغذها رو نگاه کرد و گفت زیاد اضافه کاری میمونی. گفتم کسی نیست کارا رو انجام بده. گفت کسی هست، فقط باید اجازه بدی کمک کنه. سرمو آوردم بالا. اولین بار بود که انقدر مستقیم نگاش میکردم. چشماش انگار یه چیزی توش بود که نمیتونم توصیفش کنم. نمیفهمم. شهوت و عشق نبود. یه چیزی شبیه میفهممت. تو تنها نیستی. اومد پشت صندلی. دستشو گذاشت رو پشتی صندلی. فقط چند سانت با شونه هام فاصله داشت. نزدیک بود. اما نه غیر محترمانه. لمسی هم در کار نبود. اما حسش که بود. نفسش عین یه گرمای کم روی گردنم خورد. گفت اگه یه روز بگم میخوام بیشتر از همکار باشم میترسی؟ قلبم افتاد تو دهنم. آخه ما دوتا تنها موندیم تو شرکت و الان بهترین فرصت بود که این حرف رو بزنه. تنها چیزی که تونستم بگم این بود که الان چرا اینو میپرسی؟ گفت چون حس میکنم مدتیه تو هم چشاتو ازم میدزدی. آدم وقتی از کسی خوشش نیاد نگاه نمیکنه. یا شایدم حرفشو ادامه نداد. گفتم نه که خوشم نیاد، فقط نمیدونم چی درسته. آروم گفت منم نمیدونم، ولی میدونم تو تنها کسی هستی که تو این طبقه دلم میخواد نزدیکش باشم. و همونجا فهمیدم که کار از کار گذشته. تموم شد. من افتادم تو تله عشقش. بعد جونم افتادم. از اون روز دیگه نمیشد نادیده گرفت. چشمامون مثل دو آدمی که بالاخره زبون مشترکشون رو پیدا کردن به هم میافتادن. ناهارا همیشه یه جوری گوشه‌تر و جداتر از جمع میشستیم. جلسه ها همیشه صندلیامون یکم نزدیکتر. عصر سامان میومد کنار میزم به بهانه کار، ولی مکس نگاهش بهونه نبود. یه روز وقتی که میرفتم آستینم گیر کرد به دستش. خندش گرفت و گفت از عمد بود؟ گفتم نه. گفت هرچی بود ولی خوش آمد. و همونجا آروم طوری که کسی نبینه نوک انگشتش به مچ دستم خورد. فقط یه ثانیه، ولی همون یه ثانیه تا شب تو تنم موند. یه روز دیگه مجبور شدم بیشتر برای کار بمونم. همه رفته بودن. یهو برق طبقمون رفت. فقط من مونده بودم. از دور سامان دیدم که داشت وسایلش رو جمع میکرد. این نور اضطراری روشن بود، ولی همه جا تقریبا نیمه تاریک بود. صدای بارون روی پنجره و اون سکوت تو اداره. دستم به لیوان خورد و یه صدای ایجاد شد. سامان برگشت و گفت تو که هنوز اینجایی. گفتم منتظر بودم پارون کمتر شه بعد برم. گفت میخوای تا پارکینگ برسونمت؟ گفتم نه نمیخواد. لبخند زد. گفت تو همیشه وانمود میکنی هیچی اذیتت نمیکنه و خودت از کار خودت بر بیاد. نشست روبروی من. هیچ حرکت اضافه ای نبود، ولی گفت هلیا میدونی چی عذابم میده؟ این که تو رو فقط تو این طبقه میبینم. فقط اینجا، فقط پشت میز کار. در حالی که من میخوام ببینمت بیرون از اینجا. چه جور آدمی هستی؟ خنده‌هات چجوریه؟ راه رفتنت، ترسات، دنیات. این بار من نزدیک شدم. گفتم میفهمم چی میگی، ولی خب میترسم. از چی؟ از اینکه بیشتر از این جلوتر بریم. سامان خیلی آهسته دستشو آورد جلو و بند کیفمو که افتاده بود از روشونم مرتب کرد. این حرکت یه ثانیه طول کشید، اما پر از معنا بود. گفت من قول نمیدم اشتباه نکنم، ولی میتونم قول بدم که هیچ وقت ازت سوء استفاده نکنم. اون لحظه بوی چرم کتش، نور ضعیف لامپ اضطراری و فاصله کم بین صورتامون، همه چی دست به دست هم داد. نفسامون قاطی شدن.
اونقدر نزدیک هم بودیم که کار از کار گذشت. اون بوسه اصلا نمیدونم چی شد که یهو شد. پیشونیشو جلوی صورتم نگه داشت. گفت ببخشید بابت این مرز که جابجا شد. ولی از این به بعد مرز ما همین قده. اون فاصله چند میلیمتری صورتش با صورتم باعث شده بود مغزم یخ بزنه. من اون لحظه فهمیدم این رابطه نه سالمه نه خراب. اما یه چیزی اون وسطا نمیخوند. چند هفته گذشت. ما نه دیتی کردیم نه تنها موندیم. یهو سامان درخواست انتقال داد. به شعبه دیگه. گفت اگه بیشتر از این نزدیک بشم یا تو میسوزی یا من. پس فقط اجازه بده همینجا تمامش کنیم. ولی هیچ کدوممون رسما خداحافظ نگفتیم. اون رفت و من موندم تو طبقه 14. اون رابطه نیمه تمام. البته اگه بشه اسمشو رابطه گذاشت. نه عاشقی شد، نه خیانت، نه دوستی. فقط یه بوسه. هنوزم وقتی از کنار میز خالیش رد میشم بوی عطرش میاد. هنوز اگه آسانسور گیر کنه لبخند میزنم. بارون که به شیشه میزنه دلم میلرزه. و قصه من اینجا تمام نمیشه. فقط با یه حقیقت آروم شروع میشه. بعضی آدما برای مال ما شدن نیستن. برای تغییر دادن ما میان. یه مدت، یه لحظه، یه نگاه. سامانم همین بود. خیلی ممنون که همراه بودین. اگه شما هم یه رابطه نیمه تمام تو محیط کاری داشتین یا یه آدم مرموز از زیر پوستتون رد شده، حتما برام ایمیل کنین. تا اپیزود بعدی رادیو سرگذشت. فعلا